حضرت آدم خدا فرمود که آدم، کسی به مقام اخلاص نمیرسه مگر اینکه 4 تا مرگ رو درک. یکیش مصیبت ببینه، اگر خدا رو شکر کرد، جزع و فزع نکرد، وقت به اون اخلاصه رسیده. پای وقتا نه، به قصه اقتصادی و مالیه، به فقر میرسه. باز اگر خدا رو شاکر بود، اعتراض نکرد به خدا و اون مرگ سیاه تحمل شد، وقت راست میگه خدا رو باور کرد. یه مرگ هم داریم، مرگی که مرگ زرده، مریضیه، بیماریه. اگر موقعی که بیمار شد، بستر افتاد، دکترها جوابش کردن، بازم گفت خدا او اشراف، او با اشرفا، من راضی هم به رضای. یه مرگ هم داریم، مرگی که آدم به قربت برسه. همه کسی که فکر میکنه آدم به دردش میخورن، اینا همه برن، هیچ کس نباشه کمکش کنه، بازم بگه خدای شکر همه رفتن اما تو هستی.